استارت پژو 405 واسه ما آوردن همکاران و اینکه میخوایم بازش بکنیم، ایراد این ماشین رو استارتش رو برطرف بکنیم. این استارت روی ماشین وقتی که بسته بود، زمانی که استارت میخواد بزنه، سویچ رو که میخواد بچرخونه هیچ عکس العملی نشون نمیده. حالا میخوایم بازش بکنیم ببینیم ایرادش چیه. با ما همراه باشید و تو ادامه کلیپ بهتون توضیح میدم. آقا استارت رو خورد کردیم و قسمت بندیش کردیم، اتومات جدا کردیم، پوست آرمیچر رو جدا کردیم، بند استارت رو جدا کردیم، دو شاخ رو جدا کردیم، آرمیچر رو جدا کردیم، درپیش بالا رو جدا کردیم، جاز و قالی رو جدا کردیم و لوازم‌های دیگه. ایراد اصلی این استارت خرابیه و تمام شدن خود قسمت زغاله و ضعیف شدن اتومات استارت، علاوه بر خراب شدن درپوش این بالا و روغنریزی قسمت پوسته استارت که درگیر میشه به قسمت دنده استارت. خب ما یه سری لوازم‌های این استارت رو میشوریم و یکی مثل جازوغالی و واشرش و زغال و اتوماتش باید حتما تعویض بشه. آقا تعمیر استارت کامل تموم شد، سرویس کامل 0 تا 100 اوکی.